pronunciamiento ونزوئلا de la یک República Islámica de Irán en کشور apoyo a la soberanía y la paz de عضو Venezuela سازمان ملل en متحد هست cumplimiento de و la Carta de la ONU. قاعدتاً همه از حق ذاتی برای دفاع از خودش در برابر هر گونه تهدید و تعرض خارجی برخوردار هست. ما بارها با ونزوئلا اعلام همبستگی کردیم به خاطر اینکه اتفاقی که در نیمکره غربی داره میفته یک اقدام مبتنی بر زور هست، مصداق خیلی روشن قلدرمآبی در سطح بین‌المللی است. هیچ توجیه و دلیلی برای اقدامات تهدیدآمیز و توسل به زور علیه مختلف بین‌المللی و چند جانبه ما با ونزوئلا و چین و روسیه همکاری داریم. میتواند سنگ بنای قانون شکنی جدیدی رو در سطح بین‌المللی بگذاره و بنابراین وظیفه همه دولت هاست که در برابر نقض اصول و قواعد سازمان ملل متحد موضع بگیرند.